خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سمرقند ازبکستان روز 12 مای سال 2022 خبر داد که در ناحیه اورگوت این ولایت هنگامی از درون بالون گاز برآوردن مواد مخدر این بالون ترکیده است و در نتیجه دو قاچاقبر جراحت برداشتند. بنا به این گزارش دو ساکن شهر دوشنبه و بختار تاجیکستان سال تولدشان 1978 که یک مقدار افیون را در داخل بالون گاز پنهان کرده با راه قاچاق از تاجیکستان به ناحیه اورگوت آوردند. در اینجا در خانه یک ساکن اورگوت سال تولدش 1979 آنها کوشش کردند که مواد مخدر را از درون بالون گاز بیرون بیارند، ولی در وقت بیرون آوردن افیون بالون ترکیده است و در نتیجه هر دو قاچاقبر با سر و روی، دست و بدن سوخته در بیمارستان ناحیه اورگوت بستری کردند. مقامات معاین کردند که این شهروندان تاجیکستان در آن بالون گاز با خود 244 از 19 گرم افیون آورده بودند. نسبت به آنها با اتهام قاچاق مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. تفتیش ادامه دارد. ناحیه اورگوت با شهر پنجکند ولایت سوغد تاجیکستان هم مرز بوده. در این قسمت مرز ازبکستان و تاجیکستان گذرگاه مرزی جرتیپه سرزم عمل میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساس تولید هیروئین و افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود.